مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسایه بغلش نون نداره بخوره؟ مال همون دوره رو من تازه میگم نون نداره، آلونک مسین وجود داره. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیای فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تختی در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه‌های امنیتی اون موقع تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدایی نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اسار بود که جزو 13 شکنجهگران زمان شاه سیاسی کردن فوتبالو. از اون زمان حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، سری تمهیدات هم براش چیندن. نه اون موقع هم بود. اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، البته هم پرسپولیس نرفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج، به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندین پاسپورت.